دوستان بازیمون رو ادامه میدیم. حالا میریم به سمت بازی. فعلا نیمه اول بازیه. بیام اسپانیا چه کار میکنه. یامال نمیتونه دریبل کنه. حالا توپ به سوی تیم اسپانیا به بیرون نمیره. معمولا توپ به روزهای اخیر فوتبال نقل و انتقالات جدیدی انجام شده و خیلی بازی جذابیه که برای شما میخوام برای بذارم. موقعیت برای تیم اسپانیا که از دست میره با ضربه پدری. ترکیه اشتباه میکنه. تیم اسپانیا اشتباه پدری میتونه احتمال داره گل رو بزنن ترکیه و اشتباهی که انجام داد و آفساید گرفته میشه اشتباه ترکیه. دروازه‌بان ترکیه گل میزنه. بله ترکیه گل زد و دروازه‌بان اسپانیا چرا که اشتباه کرد و ترکیه گل اول زد. بمون اشکال نداره، ما بازی مساوی میکنیم، هیچ مشکلی نیست. احتمالاً داره گل بخوریم. حالا این مسابقه چی پیش میره؟ اشتباهاتی که باعث شد ترکیه گل اول رو به تیم اسپانیا بزنه. اسپانیا که همه بازی خوب انجام میده حالا پدری موقعیت پدری میسازه. نه اجازه نمیده بازی کنه ترکیه که پدری پاسشو برسونه به تیم. بعدم ترکیه تو باید دست میره و پدری پاس میده به آلوارو موراتا، نمیده و آلوارو موراتا ضربه خطرناک زد که نرفت تو گل. حالا ترکیه هم داره حمله خودش آغاز میکنه. یه تک به تک برای تیم ترکیه به دست گل میزنه. نیمه اول دقیقه 45 میخواد گل بزنه و نداشت. دفاع کردن بازیکنان اسپانیا و کورنر برای تیم ترکیه به دست اومد. بازی تمام. نیمه اول بازی تموم شد. 1-0 رفت ترکیه. امیدوارم از این بازی لذت برده باشید و بریم به سراغ نیمه دوم.